روزی مردی نزد حضرت علی آمد و از ستمی که شخص قدرتمندی بر او روا داشته بود شکایت کرد. آن مرد می گفت که فردی ثروتمند و بانفوذ اموال یتیمی را گرفته و کسی جرأت نمی کند حق او را پس بگیرد. حضرت علی با شنیدن این ماجرا بیدرنگ برخاست. بدون آنکه حتی به عنوان و مقام خود تکیه کند، همراه آن مرد به سوی خانه فرد ستمگر رفت. وقتی به در خانه رسیدند، علی در زد. صاحب خانه که مردی گردن کلفت و مغرور بود، با تحقیر در را باز کرد. امام با آرامش فرمود: این مرد ادعا دارد که تو مال یتیمی را گرفته ای. حق او را بازگردان. مرد ثروتمند با خشم گفت: تو کیستی که در کار من دخالت می کنی؟ حضرت علی با نهایت فروتنی پاسخ داد: من علی ابن ابی طالب هستم.